الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سوال آمده است که مردی که زن خود را 3 طلاق داد آیا می تواند که با این زن زندگی بکند؟ برادران و خواهران عزیز، 3 طلاق دادن بدون مد تقسیم می شود. در یک حالت، در یک مجلس یک باره 3 طلاق دادم گفتن، یا که 3 طلاق را 3 طلاق شرعی، 1 طلاق دادن بعد از این عده نشستن، با 1 طلاق دادن بعد از این عده نشستن و 1 طلاق دیگر دادن، هر دو حالت از هم دیگر فرق دارد. هر کسی که زنش را 3 طلاق می دهد، چخیلی که الله فرموده است، 1 طلاق می دهد، عده می ایستد 3 ماه، طلاق می دهد، عده می ایستد، طلاق می دهد، عده می دهد، عده می ایستد. و البته 3 طلاق با این نمودی گفته ما که قرآن و سنت این چنین بیان نموده است، چخیلی که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 بار داده می شود، یعنی 1 بار وقتی که طلاق دادی می توانی که با در درون عده بگیری، طلاق رجعی، یا که دومین بار طلاق دادی با می توانی که بگیری، اما وقتی که سومین بار طلاق دادی دیگر گرفته نمی توانی. وقتی که سومین بار طلاق دادی، بعد این زن باید شوهر بکند و زندگی بکند. اگر به ناگاه شوهرش جوابش داد بگیری، اما حلاله کردن حرام است. پس اولا به مقصد باز میگردیم. اما اگر یک مرد در یک مجلس بگوید زن من تو 3 طلاقت را دادم، گوید این 3 طلاق حساب کرده نمیشود، 1 طلاق است. قول راجح همین است. زمان رسول الله ابوبکر رضی الله عنه همچنین بود، اما وقتی که زمان عمر بن فاروق رضی الله عنه شد، بعضی از صحابه ها شتاب در طلاق کردند. عمر رضی الله عنه 3 طلاق را هم 1 طلاق حساب کرد. برای همین ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که ما حالت را مینگریم که زمان ما در کدام حالت است، آیا به زمان عمر راست میآید یا که به زمان رسول الله؟ امروز میگن وقتی که ما یک مرد گوید که من زنم را 3 طلاق دادم، یعنی 3 طلاقش گفت، بگیم که تمام این زنی تو به تو حرام شد، این مرد زنش را میگیرد، به نزد یک علمای صوفی میرود، حلاله میکند، زنش را 1 شب به یک مرد دیگر میدهد، بعد از این باز میگیرد که رسول الله لعنت کردند. کسی که زنش را به حلاله کردند لعنت شده از خود این زن، خود این حلاله کننده و غیره، و تیس التکی مستعار و غیره. پس اگر ما ببینیم که این چنین حالت ها زیاد است، در این حالت میگوییم به اصلی مسئله باز میگردیم به زمان رسول الله و ابوبکر رضی الله عنه و میگوییم هر کسی که زنش را 1 بار گفتش که من تو 3 طلاق دادم، یا که 100 طلاق دادم، یا 1000 طلاق دادم، این 1 طلاق حساب می شود. در مدت عده 3 ماه میتواند که این زنش را به نکاح و به هیچ چیزی باز بگیرد، بگوید که تو زنی منی، یا تبسم بکند یا بوسه بکند میشد. اما بعد از 3 ماه گذشتن باید نکاح نو بکند، مهر جدید بکند. اما اگر این حالت 3 بار تکرار شود دیگر تمام است، زن را دیگر گشته گرفته نمی شود. برای همین ما میگیم که هر کسی که زنش را طلاق دادنی باشد، اول به طالب علم یک مشورت بکند، از پیش خود طلاق ندهد. یا هر کسی که طلاق دادنی باشد 1 طلاق بدهد، چرا که بسیار انسان ها طلاق میدهند پشیمان میشوند. یا هر یک زنی که طلاق گرفتنی باشد اول یک مصلحتی بکند و بعد از این به مسئله طلاق وارد شود. اما از پیش خود جاهلانه طلاق داده بعد از این با زندگی کردن، طلاق داده بعد از این علما میگن که تمام این 3 طلاق است، بعد از این به نزد یک مرد برده سپردن، البته این همه‌اش از جهالت است. بارک الله فیکم.